در این قسمت میخوایم در واقع یک خلاصه ای از معاینات مهم زانو رو با همدیگه بررسی بکنیم و از پرداختن به جزئیات معاینات یا معاینات اختصاصی پرهیز میکنیم. اولین قسمت از معاینه زانو همونجوری که میدونید اینسپکشن یا نگاه کردن به زانو هستش. بهتره که در واقع تقریبا از وسط ران تا ساق مریض برای شما مشخص بشه و هر دو زانو رو شما بتونید در واقع با همدیگه ببینید. اولین نکته که بهش توجه میکنید دو طرف پتلاتون رو در دو طرف نگاه بکنید. به طور طبیعی وقتی مریض دراز کشیده و زانوش رو صاف قرار داده دو طرف پتلا دو تا فرو رفتگی وجود داره. بنابراین اگر شما مریض رو معاینه کردید و دیدید این دو تا فرو رفتگی وجود نداره حتما مشکوک باشه که داخل زانو اتفاقی افتاده، یعنی یا افیوژن مایع داخل زانو هستش یا اینکه هایپرتروفی سینوویوم باعث تورم زانو شده. قسمت دیگه در واقع اینسپکشن که خیلی اهمیت داره این هستش که از مریض میخوایم که زانوشو صاف بیاره بالا. با این کار شما اکستنسور مکانیزم مریض هم در واقع معاینه میکنید که اینتکت باشه، زانوشو صاف میاره بالا و از مریض میخواید که خم بکنه زانوشو. در واقع همونجوری که اینجا میبینید اکستنشن کامل و فلکشن کامل در بیمار ما وجود داره، اما ممکنه که درجاتی از کاهش اکستنشن یا فلکشن در بیماران مختلف وجود داشته باشه که حتما باید مد نظر قرار بگیره. چیز دیگه که تو اینسپکشن خیلی اهمیت داره اینه که هر دو زانوی مریض رو در واقع شما خم نگه میدارید و چیزی که شما بهش توجه میکنید این هستش که در یک زانوی طبیعی توبروزیته تیبیا در دو طرف باید یک ذره جلوتر در واقع از سطح مفصلی و پتلای ما قرار گرفته باشن. اگر این توبروزیته به سمت عقب افتاده باشه که بهش سگینگ ساین یا نشانه افتادگی گفته میشه، نشون دهنده پارگی PCL هستش. بنابراین باز تو مشاهده شما نگاه میکنید که توبروزیته تیبیای شما در دو طرف هولوش 3 تا 4 میلیمتر از سطح مفصلی شما جلوتر باشه و اگر عقب بود حتما به پارگی PCL باید مشکوک باشید. بعد از اینسپکشن کاری که خیلی اهمیت داره انجام بدید توی معاینات بیمار پالپیشن یا در واقع معاینات با نوک انگشتانتون هستش. در پالپیشن نقاط مختلف رو شما در واقع شروع به لمس کردن میکنید. یکی از مهمترین جاهایی که شما باید لمس بکنید سطح مفصلی هستش. در واقع سطح مفصلی فمور و تیبیا هستش. اگر مریض تندرنس در سطح مفصلی فمور و تیبیا داشته باشه یکی از نشانه‌های مهم پارگی در واقع مینیسک هستش. نگاه کنید شما سطح مفصلی رو پیدا میکنید، سطح مفصلی فمور و تیبیا رو پیدا میکنید و بعد شروع میکنید به لمس کردن از عقب به سمت وسط و بعد به سمت جلو. تندرنس در سطح مفصلی به خصوص در قسمت وسط و در قسمت پشت یکی از نشانه‌های مهم در واقع پارگی مینیسک هستش. در سمت لترال هم به همین صورت مریض زانوش خم میکنه، شما سطح مفصلی در واقع تیبیا و فمور رو پیدا میکنید و شروع میکنید به لمس کردن. تندرنس در سطح مفصلی در واقع فمور و تیبیا میتونه در یک فرد جوان نشون دهنده پارگی در واقع مینیسک باشه. در افراد مسن‌تر در واقع این تندرنس میتونه نشون دهنده استئوآرتریت باشه، یعنی استئوآرتریت میتونه دقیقاً تندرنس در سطح مفصلی در لمس شما در واقع به وجود بیاره. اما اگه قسمت پایینتر رو لمس بکنید، هولوش 2 تا 3 سانتی متر پایینتر از سطح مفصلی و در این نقطه مریض درد داشته باشه، یکی از نشانه‌های مهم بورسیت در واقع بورسیت پس آنسرین هستش. اینجا محل چسبیدن تاندون‌های پس آنسرین هستش و بورس اینجا ممکنه ملتهب و دردناک بشه، به خصوص تو خانم‌هایی که تو خونه کار میکنن و با درد زانو مراجعه میکنن و وقتی شما اینجا رو لمس میکنید در واقع این درد رو اینجا احساس میکنید. ضایعات غضروفی در کندیل‌های فمور در واقع رو خود کندیل فمور که فشار بدید اینجا چیه؟ درد واسه مریض ایجاد میکنه. بنابراین لمس در قسمت‌های مختلف میتونه پاتولوژی‌های مختلف رو برای شما مشخص بکنه. خب در کودکان این یک مقدار در واقع این لمس کردن و تشخیص‌ها ممکنه متفاوت باشه. بیاد داشته باشین که توی بچه‌ها آسیب‌های لیگامانی یا رباطی خیلی شایع نیست. بنابراین تو معاینه زانو در کودکان، در کسایی که هنوز فیزشون بازه،
در واقع نقاطی که شما لمس میکنید خیلی اهمیت داره که کجاها دردناکه و کجاها در واقع ایجاد مشکل برای بیمار کرده. یکی از جاهایی که واسه بچه‌ها تو این سن و سال خیلی درد ایجاد میکنه در واقع بیماری اسکوچلتر هستش که لمس شما در ناحیه توبروزیته تیبیا در بچه‌ها ایجاد درد میکنه. بنابراین یک کودکی در این سن و سال وقتی که میاد به شما مراجعه میکنه با درد زانو، که از جاهایی که حتما لمس میکنید توبروزیته تیبیا هست و درد روی توبروزیته تیبیا در واقع میتونه نشان دهنده بیماری اسکوچلتر باشه. توی بچه‌ها جاهایی که حتما لمس میکنید، به خصوص توی بچه‌ای که به علت ضربه، تروما، زمین خوردن با درد زانو مراجعه میکنه، در واقع بر روی فیزها هستش. فیز دیستال فمور هولوهوش 2 تا 3 سانتی متر بالاتر از سطح مفصلی رو در واقع در یک کودک معاینه میکنید. اگر روی فیز بچه درد داشته باشه، آسیب‌های سالترا هریس در واقع آسیب‌های فیز در یک کودک در واقع مطرح میشه. فیز در واقع پروگزیمال تیبیا در دو طرف اینجا و فیز دیستال فمور در اینجا در واقع شما شروع میکنید به لمس کردن. همونجوری گفتم تو بچه‌ها پارگی ACL، PCL یا مینیسک یا لیگامن‌های کلاترال خیلی شایع نیست و قبل از اینکه لیگامن‌ها آسیب ببینن در بچه‌ها در واقع این فیزهای انتهای استخوان هستن که دچار آسیب میشن و حتما باید در واقع مورد تشخیص صحیح و درمان صحیح قرار بگیرن. یادتون باشه که تو بچه‌هایی که با درد زانو مراجعه میکنن، یکی از تشخیص‌های مهم دیگه بیماری OCD یا استئوکوندریت دیسکان هستش که اون هم با لمس کندیل‌های فمور در واقع ایجاد درد در بچه‌ها میکنه، چون شایع‌ترین منطقه‌ش هم در کندیل مدیال فمور هستش. توی بچه وقتی لمس میکنید کندیل مدیال فمور رو و درد ایجاد میشه، حتما به بیماری OCD باید مشکوک باشیم. حالا میخوایم معاینه رباط‌های زانو رو در واقع انجام بدیم. میدونین که پایداری زانو وابسته به رباط‌های اون هستش. رباط MCL در داخل، LCL در خارج، ACL و PCL. خب برای معاینه MCL و LCL از 2 تا تست به عنوان وروس استرس تست و ولگوس استرس تست استفاده میکنیم. خب برای معاینه MCL اولین معاینه که ما میخوایم انجام بدیم معاینه ولگوس استرس تسته. MCL در سمت داخل زانو قرار گرفته و ما میخوایم ببینیم آیا MCL درست کار میکنه یا نه. بیاد داشته باشین غیر از MCL کپسول خلفی زانو و رباط‌های ACL و PCL هم کمک میکنن که زانو در واقع به سمت بیرون باز نشه. ما اولین کاری که میکنیم زانو رو تو اکستنشن کامل قرار میدیم. دست چپ هم اینجا قرار میگیره و فورس ولگوس وارد میکنم. ما در یک زانو در اکستنشن کامل انتظار داریم که اصلاً باز نشه در سمت داخل، چون هم MCL هم کپسول مفصلی و هم ACL PCL دارن استابیلیتی زانو رو میدن. برای معاینه اختصاصی MCL ما باید زانو رو هولوهوش 15 تا 30 درجه خم بکنیم. حالا کپسول مفصلی شل میشه. حالا در 15 تا 30 درجه ما معاینه ولگوس استرسمون رو انجام میدیم. در این زاویه فلکشن اون چیزی که ما داریم معاینه میکنیم به طور اختصاصی معاینه MCL هستش و در این معاینه چیزی که اهمیت داره اینه که شما اولا که زانو در سمت مدیال باز نشه و شما احساس بکنید که در این ولگوس استرس یک انتهای محکم، یک اند پوینت محکم مانع از باز شدن زانو میشه. برای وروس استرس تست هم در واقع همین هستش. شما جای دستتون رو عوض میکنید، یک دست در سمت مدیال، یک دست در سمت بیرون مچ پا قرار میگیره. اول تو اکستنشن اصلا نباید زانو باز بشه. بازم اینجا در اکستنشن هم LCL هم کپسول مفصلی و هم ACL PCL در واقع کمک میکنن. بعد که دیدین تو اکستنشن باز نمیشه، برای معاینه اختصاصی LCL زانو رو 15 تا 30 درجه خم میکنید و بعد معاینه وروس استرس تست رو به این صورت انجام میدید. یادتون باشه که اگر زانویی در اکستنشن کامل باز بشه، حالا چه در وروس چه در ولگوس، نشون دهنده اینه که زانو در واقع مشکلات بسیار زیادی داره. یعنی علاوه بر اینکه MCL یا LCL پاره هست، ACL PCL و کپسول مفصلی هم پاره شده. خب بعد از اینکه MCL و LCL رو معاینه کردیم، میخوایم در واقع به رباط‌های صلیبی قدامی و صلیبی خلفی یا ACL و PCL برسیم. برای معاینه صلیبی قدامی هیپ 45 درجه قرار میگیره و زانو 90 درجه. خب شما در واقع رو پای مریض میشینید، پای مریض رو در واقع روی تخت فیکس محکم نگه میدارید.
دو تا دستتون میاد پشت زانوی مریض، اولین چیزی که ما در واقع چک میکنیم خیلی اهمیت داره این همسترینگ های مریضه. چون اگه این همسترینگ ها سفت باشن شما معاینتون رو نمیتونید درست انجام بدید. بنابراین با این انگشتون چک میکنید که همسترینگ ها سفت نباشن. دومین چیزی که نگاه میکنید اینه که توبروزیته تیبیا همونجوری که گفتم توی معاینه توی قسمت اینسپکشن در واقع در جای طبیعی خودش، یعنی بالاتر از سطح مفصلی قرار گرفته باشه. اگر توبروزیته به سمت عقب افتاده باشه یعنی PCL در واقع پاره هستش. این خیلی نکته مهمیه. شما برای آنتریور درایر تست بنابراین دستو به این صورت قرار میدید، دو تا شستتون رو میاد روی پلاتوی تیبیا در سطح مفصلی قرار میدید و تیبیا رو به سمت جلو میکشید. شما انتظار دارین بیشتر از 2 تا 3 میلیمتر تیبیا به سمت جلو حرکت نکنه و در واقع دوباره اینجا اند پوینت داشته باشید، یک نقطه انتهایی محکم که اجازه نده تیبیاتون زیاد به سمت جلو بیاد. هر موقع هم شک داشتید حتما با زانوی مقابلتون در واقع چک میکنید که آیا این طبیعی هست یا نه. بنابراین این به این میگن anterior drawer test. اما یک مشکلی که anterior drawer test داره اینه که در واقع به علتی که در فلکشن 90 درجه ACL یه مقدار شل میشه، یه مقدار ممکنه که تیبیای شما به سمت جلو حرکت بکنه و شما مطمئن نباشید که آیا ACL تون سالم هست یا نیست. نکته دومی که ممکنه اشتباه بندازه شما اینه که PCL مریض پاره باشه، تیبیا به سمت عقب افتاده، شما تیبیا رو به سمت جلو میکشید و فکر میکنید که آنتریور درایر تست شما مثبت هستش، در حالی که ACL شما سالم هست، PCL پاره بوده و تیبیا به سمت عقب افتاده بوده. اگه شما این نکته رو دقت نکنید وقتی اینو به سمت جلو میکشید فکر میکنید که ACL شما پاره است، در واقع PCL شما پاره بوده که تیبیا به سمت عقب افتاده بوده. بنابراین تستی که امروزه بهتر انجام بدید برای معاینه ACL غیر از anterior drawer test، تستی هست به نام تست لچمن. برای انجام تست لچمن کنار مریض قرار میگیرید، 15 درجه anterior drawer test اگه یادتون باشه 90 درجه فلکشن زانو بود، اما در تست لچمن هول و هوش 15 تا 30 درجه در واقع فلکشن زانو شما میدید. با یک دستتون فمور مریض رو محکم نگه میدارید، بالای پتلا فمور مریض رو نگه میدارید، با دست دیگه‌تون یک انگشت شستتون روی توبروزیته تیبیا و 4 انگشت دیگر در واقع زیر در واقع زانو پروگزیمال تیبیا رو میگیره. بنابراین این زاویه و شما تیبیا رو به سمت جلو جابجا میکنید. بنابراین فمور با دست چپتون نگه داشتین، تیبیا رو به سمت جلو جابجا میکنید. باز در تست لچمن چیزی که اهمیت داره اینه که تیبیای شما زیاد به سمت جلو حرکت نکنه. حالا اگه یه موقع مریض وزنش زیاد بود یا شما نتونستید با این دستتون رونش رو نگه دارید، یک راه حل دیگه دارید. میتونید برای فلکشن زانو از پاتون کمک بگیرید، پاتون رو زیر زانو مریض قرار بدید، باز دستتون فمور مریض رو استیبل نگه دارید، باز میبینید که این زاویه که شما تشکیل دادید و مجددا به این صورت شما تست لچمن رو انجام میدید و با احساس یک اند پوینت محکم مطمئن میشید که ACL مریض درست کار میکنه. اما برای معاینه PCL از تست پوستریور درایر تست استفاده میکنیم. مثل آنتریور درایر تست هیپ 45 درجه، زانو 90 درجه، باز پای مریض رو در واقع به تخت فیکس میکنیم، دستمون رو دوباره به سمت زیر زانو قرار میدیم، همسترینگ‌های مریض رو چک میکنیم که شل باشن، دو تا شستمون رو بالای توبروزیته روی پلاتوی تیبیا قرار میدیم و این دفعه تیبیا رو به سمت عقب هل میدیم. اون چیزی که نمیذاره تیبیای شما به سمت عقب بره در واقع پوستریور کروشیال لیگامان یا PCL شما هستش. برای این تست پوستریور درایر تست هستش. میرسیم به معاینات مینیسک که خیلی هم اهمیت دارن در جوانهایی که ورزشکارن، ضربه خوردن و بعد از ضربه مثلا در مسابقه فوتبال الان چندین ماهه با درد زانو، قفل کردن زانو یا افیوژن به شما مراجعه میکنن. همونجوری که قبلا گفتیم بهترین معاینه برای بررسی مینیسک در واقع جوینت لاین تندرنس هسته. در جوینت لاین اگر مریضی که با درد زانو مراجعه میکنه در جوینت لاین به خصوص در قسمت وسط و عقب درد وجود داشته باشه، این خیلی اختصاصی هستش برای پارگی مینیسک. معاینه دیگه که ما داریم برای تشخیص پارگی مینیسک معاینه‌ای هستش به نام معاینه مکموری. معاینه مکموری به این صورت هستش که زانوی مریض رو کامل فلکس میکنید،
برای معاینه مینیسک مدیال پا اکسترنال روتیشن میشه. دستتون رو روی سطح مفصلی بذارید و یک فرس وروس وارد بکنید. نگاه کنید، پا اکسترنال روتیشن، یک فرس وروس و آروم در واقع زانو رو صاف میکنید. احساس درد یا کلیک به معنی پارگی مینیسک مدیال هستش. برای یک بار دیگه زانو خم، پا اکسترنال روتیشن و یک فرس وروس وارد میکنید. در واقع میخوایم مینیسک مدیال رو تحت فشار قرار بدیم که اگه پارگی داره در واقع متوجه پارگیش بشیم و زانو رو آروم آروم صاف میکنیم. برای بررسی مینیسک لترال باز زانو رو خم میکنیم. این دفعه پا رو اینترنال روتیت میکنیم. دستم رو سطح مفصلی خارجی قرار میدم. فرس ولگوس وارد میکنم که مینیسک لترال رو تحت فشار قرار بدم و آروم آروم زانو رو در واقع صاف میکنم. شاید مجبور بشین 2-3 بار شما این کار رو انجام بدید برای اینکه ببینید که آیا پارگی مینیسک وجود داره یا نه. همونجوری گفتم احساس کلیک یا درد در تست مکموری مثبت تلقی میشه و به معنی پارگی مینیسک هستش. یکی از علل شایع مراجعه بیماران به شما دردهای پتلوفمورال هستش. یکی از معاینات مهمی که انجام میدید پتلار گرین تست هستش. برای این کار شما یک دست رو بالای پتلا و یک دست رو پایین اون قرار میدید و پتلا رو به کندیل فمور در واقع فشار میدید. با این کار اگر غضروف پتلا آزرده باشه، با این کاری که شما انجام میدید در واقع ایجاد درد در مریض میکنه به این صورت. یا کار دیگه که میتونید انجام بدید برای اینکه ببینید که آیا مریض مشکل پتلوفمورال داره یا نه اینه که با دستتون بالای پتلا قرار میدید و پتلا رو به سمت پایین هل میدید. بعد از مریض میخواید که عضله چهارسرش رو منقبض بکنه. اگر این کار باعث درد بشه باز نشون دهنده پاتولوژی های پتلوفمورال هستش که حالا به عنوان کندرومالاسی یا اسامی مختلفی که امروز مطرح هستش در واقع این تشخیص رو برای شما مطرح میکنه.